مقامات شرکت توجیکترانسگز میگویند که از اواخر هفته گذشته گازی طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان انتقال شده است. حالا گاز انتقالی برای تولید الومینی در کارخانه تلکو مصرف می شود. این کارخانه در یک ساعت تا 125,000 متر مکعب گاز را خریداری می کند که 30% نیاز تولید الومینی را برآورده می سازد. مقدار دیگری ضروری برای تولید الومینی را تلکو به گونه قبلی توسط سوزش انگیز سنگ به دست می آورد. اقتصادشناسان میگویند از سرگیری انتقال گاز طبیعی امکان می‌دهد که اقتصاد تاجیکستان به یک جهش بی‌سابقه دست یابد، اما بدون انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان این معنی نخواهد داشت. توجیکترансгаз از عهده پیش پرداخت کردن برآمد تواند با نظر داشتی هم объект‌های اقتصادی و هم تامین گرداندن طلبات مردم. البته این کار چندان دشوار نیست. باید که همین ارگان‌های گازرسان باید یک مرتبه اینوентаризацияи تمام تروبه‌ها را به آخر رسانند. این باید در یک مدت کوتاه به عمل گردانند که در کجا این لوله‌ها را استفاده برده نمیشه. لوله‌ها رزمیرهای گوناگون هستند. قبلا رهبریت توجیکترانسگز گفته بودند که انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان مطرح نیست، زیرا به قول مقامات از سال 2012 به این سو بعد قطع واردات گاز طبیعی از ازبکستان بیشتر از ساکنان تاجیکستان لوله‌های انتقال گاز طبیعی به خانه‌هایشان را تخریب کردند. به این خاطر مقامات میگویند خطر سر زدن انفجارها در منزل ساکنان از احتمال دور نیست.